سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. اومدم روتین پوستیمو بهتون توضیح بدم که چطوری با چند تا محصول پوستتون رو همینطوری شاداب کنید. اولین کاری که میکنم یه دونه از این پیلینگ بیوتی استفاده میکنم که کاملا سطح پوستمو قبل از هر چیزی تمیزش کنم. خب اینو تو ویدیوی قبلی من بهتون توضیح داده بودم که شما میای این انگشتی میزنی به پوستت و کاملا با حتی بعد از دوش هم پوستتون کاملا تمیز میشه. یادتون باشه بعد از اینکه اینو 2-3 دقیقه ماساژ بدید حتما پوست صورتتون رو بشورید. حتما تمیز کردم. ببینید همچنان سطح پوستم با اینکه حموم کردم همچنان همینطور آلودگی وجود داشت. دومین کار اینه که حتما بعد از اینکه 2-3 دقیقه صورتتون شستید، یعنی تمیز کردید با این پدر، حتما با یه شوینده پوستتون رو بشورید، چون پوستتون میسوزه، نباید ماده دیگه بزنید، اون باید شسته بشه. در هر صورت منم از البته این ترکی نمیشه بچه‌ها، با ژل شستشوی صورت پوست صورتمو میشورم. همینطوری پوست صورتتون با اون شوینده حتما ماساژ بدید تا پوستتون قشنگ تمیز بشه. واقعا بین تمام شوینده‌هایی که من مدت استفاده کردم بهترین نیتروژن واقعا معجزه میکنه، اینطوری که تمام لکه‌های رو صورت من رفت. یعنی دیگه نه دوش زیاد میزنم به جز دوران پیرمز، نه لکه بچه‌ها. من این شوینده رو زدم، ژل شستشو رو استفاده دارم میکنم و دارم تمام سطح پوستمو باهاش ماساژ میدم. بعد از آب کشی سراغمون دستگاه صورتمو هم شستم و این محصول بلو اسمارت رو رو تازگی از گراتیس گرفتم و چند باری ازش استفاده میکنم به خاطر اینکه قسمتایی که اگه پوستم توش سرسیاه یا هر چیزی داشته باشه رو تمیز شون نگه میداریم، شروع میکنم به کار کردن و همینطوری میکشیم سطح پوستم. البته 3 تا سری داره ها، این سریش درشتره، این دیگه خیلی درشته. من ریسترینش استفاده میکنم و قشنگ تمام منافذم رو موشهای سرسیاه سرسفید مخصوصا این قسمتم خیلی مخصوصا این موشهایی که دارم اینا رو خیلی تمیز میکنم. کنار بینیتون هر جایی که احساس میکنید توش میزنه، اصلا وقتی پوست چرب دارید خیلی واقعا تاثیر گذاره. پوستم واقعا با این محصولات درمان شده. معمولا هفته یه بار ازش استفاده میکنم. نکشید خیلی اینطوری که روی پوستتون بمونه. من یه بار به اشتباه خیلی گذاشتم پوستم و خواستم خب عمیق برداره، خودش کار خودش انجام میده. یه مدت طولانی تمام این قسمت پوستم من کبود شده، یه حالت خون مرده شده بود. خودش میکشه. خودت مکشش هم خوبه، من که ازش استفاده میکنم.
ببینید تو همین چند ثانیه قرمز. خب بعد از اینکه از دستگاه استفاده کردم، منافذ پوستم رو باز کردم، دوش یا دوشای سرسیا یا هر چربی که بود رو کشیدم، اومدم از این سرم کلاژن استفاده کنم. این سرم کلاژن واقعا خیلی خوبه. ازش یه چند قطره میزنم پوستم چند ثانیه رو پوستم بمونه. بعد از اینکه روی پوستم موند، میام از دستگاه استفاده میکنم. این دستگاه 3 تا مود داره. چطوریه؟ اینطوریه که استفاده میکنی 3 تا حالت داره. 1 حالت کلین داره، 2 EMS داره، 3 هات داره. هر کدومش هم که میبینید رنگای مختلف دارن. رنگ اولش کاغذش افتاد، میخواستم حفظم با کاغذش نشونتون بدم. رنگ اولش حالت تمیز کننده و براق کننده داره. اینجا کلا اگه ازش در یک مورد بخرید تمام حالتش نوشته. پوستتون رو تمیز میکنه، شفاف میکنه و یه کشیدگی خاص میده. فقط یادتون باشه قبلش حتما از سرم استفاده کنید. همینطوری کشید روی پوستتون. از هر مودش 5 دقیقه برای هر قسمت خیلی هم وقتتون رو نمیگیره. اگه آقای وقتی بذارید برای پوستتون خیلی زود نتیجهش میاد. من یکم دیگه هم سرم بزنم و قشنگ بکشی روی پوستم. حالتشون کنیم هم با توش تمام شد. مود دومش اینطوریه که تمام خط و خطی که رو صورت ممکن ایجاد بشه رو بعد از استفاده از این دستگاه کم میکنم. مود EMS قشنگ خط و خطوطتون رو کم میکنه و باعث میشه مواد راحت جذب پوستتون بشه. کمک میکنه این سرمه کاملا جذب پوستتون بشه و به پوستتون یه نفس میده، به حالت ریلکسی به پوستتون میده. میگم هر کدوم از مودش رو به 5 دقیقه بذارید رو صورتتون کافیه. حالت هم بکشید، خیلی خوبه. کمک میکنه پوستتون کشیده بشه. جایی که من خودم دارم از این سرم کلاژن استفاده میکنم و مود سوم این دستگاه کاملا اینطوریه که پوستتون رو کلاژن سازی میکنه. پوستتون رو کاملا کلاژن سازی میکنه و تاثیر مثبت به پوستتون میذاره. حالت جوان سازی داره.
خودم خیلی مخالف اینم که صورتم رو فشیال کنم، اینکه فشیال اینطوری که چند برابر میکنه، چه آچمه رو چه تکه رو. از نظر من اینطوریه، دوست ندارم اصلا این کار بکنم. مثلا تو این مدتی که بوس صورت من یه مدت خیلی افتضاح شده بود، اینطوری بود که جوشه خیلی زیاد، لکه خیلی زیاد. اصلا توصیه نمی کنم خودم نه دوستای فشیال کنم، اصلا توصیه نمی کنم که فشیال دائمی بخوای انجام بدی. تمام روزانه ها چند برابر تشدید میشه. با چند تا دستگاه میتونی خودت تو خونه صورتتو زمان سازی کنی. میگم بچه من خیلی واقعا صورتم خیلی بد، اینام که به تازگی اتفاق افتاده، ولی در هر صورت خیلی تاثیر گذار بود. اینکه روتین پوستی خاص خودتون رو داشته باشید خیلی خوبه. حتما این ساعت 20 دقیقه 40 دقیقه حتی اینطوری باشه که حداقل هفته‌ای یک بار به پوست صورتتون خوب برسید. خیلی گرم میکنه، کلاژن سازی میکنه قشنگ پوستتون رو، یه کشیدگی خاصی میده. نمیدونم این صدای ویبرش داره میاد یا نه. این صدای ویبره وقتی از رو پوستتون برمیدارید قطع میشه و وقتی پوستتون رو دستگاه میزنید رو پوستتون ویبره شروع میکنه و کار کردن. فقط صدا نیست، کاملا یه ویبره داره. از برندهای دیگه هم میتونید تهیه کنید. من این رو از گراتیس خریدم. این قسمت رو بزنید کاملا کلاژن. از 3 تا محصول استفاده کردیم و زدم چون چه شفاف شده. از اول ویدیو کردم تاثیرش رو. یه سری هم داره که این سری رو میذارید روش و 2 تا کار خیلی راحت که باید انجام بدین که حتما شبا این پای ثابت هر شب منه، چون خیلی گودی چشم داشتم، خیلی جوری که کاملا زیر چشم من سیاه بود، تمام دور چشمم سیاه بود و گودی داشتم قشنگ. ولی با این ویتامین C تمام این گودی، تمام این سیاهی از بین رفته. هر شب قبل خواب یه مقدار بگیرید بزنید به زیر پوست چشمتون، کرم دور چشم کاملا. همینقدر راحت میزنید به دور چشمتون و یه ماساژ ریز تا صبح بذارید بمونه. و کرم نیتروژن خیلی به پوست من ساخته، خیلی کرم شبه، کرم قبل خوابه، باعث میشه پوست صورتتون کلاژن سازی میشه. بچه‌ها منم کرم دیگه ناخن بده یه مقدار کم میزنید پوست صورتتون ماساژ صورت، پوست گردن. اما آخرین کاری که میکنیم اسکراب لب. خیلی مقدار کمی از این اسکراب لب رو میذاریم لبتون رو راحت میخواد. یه
یک اسکرابه که خیلی خوبه. پوست لبتون رو هم براق میکنه. در اینجا ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و این آموزش به دردتون بخوره. حتما به دوستتون رسیدگی کنید. خوشحال میشم سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید. شبتون بخیر. دوستتون دارم.